سلام، سید محمد هاشمی هستم. اینجام تا بهت یاد بدم چجوری از یه سنگ راف یه نگین خوشگل انگشتری یا مدال برای خودت بتراشی که هم به درآمد بالا برسی، هم یه هنر جذاب و آموزش ببینی. نیازی هم نیست که پیش زمینه ای داشته باشی، چون اینجام تا 0 تا 100 این هنر رو بهت آموزش بدم. فقط قبلش یادت باشه سابسکرایب کن ما رو، دکمه زنگوله رو هم بزن تا ویدیوهای بعدیمون هم ببینی. اول از همه باید بهتون بگم که حدوداً چه مقدار سرمایه نیاز دارین شما برای این کار. با دلار حدود 150,000 تومانی که امروز هست، تقریبا بین 30 تا 35 میلیون تومان شما نیاز دارین که یه کارگاه گوهرتراشی کوچولو برای خودتون درست کنین، حالا تو خونه یا که یه کارگاه جایی اجاره کنین. مقدار فضایی هم که نیاز دارین حدود 1 متر در 1 متر هست، خیلی فضای بزرگی نمیخواین. و ابزارالاتی که نیاز دارین ابزارهای کمی هست. یه دونه دستگاه دینام میخواین که من مارک محک استفاده میکنم، کیفیتش هم خیلی خوبه، که سایزهای مختلف داره، 125 داره، 150 داره، 175 داره، جنس خوبیه. و یه سری تیغه های برش شما نیاز دارین برای شروع کار که بتونین سنگ راف اینجوری که براتون میارن بتونین تکه تکش کنین، برشش بزنین و تبدیل به نگین کنین. این هم درجه های مختلف داره. این یه دونه رو بهش میگن اره نازک بر که به درد بیشتر فیروزه و سنگایی که سختی پایینی داره میخوره. سختی بالا رو خیلی راحت نمیتونه برش بزنه. یه سری اره های دیگه هست به اسم اره رافبر. اینا بیشتر به درد سنگ عقیق میخوره، چون عقیق درجه سختی بالایی داره، نیاز داره که با اینا برش بخوره. اینا که میبینین سایزهای مختلف داره، 15 سانتی داره و 20 سانتی داره. خیلی هم باید احتیاط بکنین دستتون رو که یه موقع دستتون رو نبره ولی را میفتین وقتی باش کار بکنین. یه سری چرخان نیاز دارین به اسم چرخ سگمنت بهش میگن. اینا رو پودر الماسه روی اینا هست برای تراش که زبری مختلفی داره و سایزهای مختلف داره، هر کدومش هم کاربردش با هم دیگه فرق میکنه. بعد از اون شما نیازمند سنباده هستین. سنباده درجه های مختلف، مارک ماتادور مارک خوبی بوده که این همه سال ما استفاده کردیم و جواب گرفتیم ازش. یه لیست کامل از تمام ابزارهای ابتدایی که نیاز داری توی کپشن نوشتم، حتما یه اسکرین از روش بگیرین و اگر دوست داشتین این هنر رو یاد بگیرین برین ابزاراشو تهیه بکنین. فقط یادتون باشه حتما ویدیوهای ما رو از اولش نگاه بکنین، از ویدیوهای اول، چون میخوایم 0 تا 100 به شما آموزش بدیم. از اول که ببینید مرحله به مرحله یاد میگیرین.